بچه ها سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. محمد جوزی هستم، یه آموزش براتون آوردم باقلوا شیرین. بریم ببینیم و ازش لذت ببریم. خب بچه ها، بعضی موقع هست شما میخواین از این سوژه رندر بگیرین که میخواین با استفاده از نور و سایه یه مقداری توجه بیننده رو به اون سمت ببریم. خب بیایم ببینیم یکی از تکنیک هایی که میتونیم این کار رو انجام بدیم چیه. برای شروع میام ویوپورت رو 2 تیکه میکنم از قسمت لیاوت، 2 تیکش میکنم و یکی از ویوپورت ها رو میذارم رو دوربینی که از قبل توی صحنه گذاشتم. خب یه بار روی لید کلیک میکنم که نور صحنه تنظیم بشه و ویو پرسپکتیو هم میارم تقریبا نزدیک زاویه‌اش. خب بچه ها ببینید الان اینجا یه سوژه داریم. حتی میتونم اینو بزنم که صفحه برام بزرگتر بشه، شما کامل اینو ببینید. 2 تا سوژه اینجا داریم که میشه گفت تقریبا تمرکز بیننده رو بردیم به اون سمت با استفاده از دپت آف فیلد که یه مقدار بک‌گراند رو مات کردیم و متریالای شاخصی که با استفاده از رنگ بندی جدای از صحنه شده. خب حالا میخوایم نورم بهش اضافه کنیم، یا حتی مثلا توی زاویه‌ای مثل این یه آباژوری داریم اینجا که به عنوان مثال میخوام یه حالت مه‌آلود براش ایجاد کنم. وقتی نور از داخل آباژور تابیده میشه یه حالت مه‌آلودی داشته باشه. خب برمیگردم توی زاویه قبلم، کامرای 1 رو انتخاب میکنم و برای اینکه بتونیم اون چیزی که میخوایم رو بهتر داشته باشیم نور صحنه رو یه مقداری کم میکنم. میام توی سان، از این قسمت سولار تایم رو میذارم روی 19، ببینیم اوکی میشه. آره خوبه، نسبتا نور صحنه گرفته شد، فقط زیادی رفت پایین. 18 میذارم تمام بشه. خب این باز بهتره. یه مقداری سوژه هم تاریک شد، میخوام یه نوری روش بذارم که حالا باز کمک میکنه روشن‌ترم بشه. خب از این قسمت دوباره لیاوت 2 رو انتخاب میکنم 2 تیکه بشه. اینجا هم کامرای 1، دوباره روی لید کلیک میکنم و میام از ویو پرسپکتیو یه لایتی اینجا اضافه میکنم. از منوی کرییت لایت و اسپاتلایت رو اینجا اضافه میکنم. خب بچه ها، برای اینکه من از این نور بتونم یه خروجی مه بگیرم، یه حالت گرد و غباری داشته باشه، به چند تا ابزار مقدماتی نیاز دارم. اول اینکه بعد یه مهی اصولا توی صحنه بذاریم. پس میتونیم از قسمت کرییت، میذارم تو سیوش انجام بشه، از منوی کرییت میتونم فاگ رو اینجا سرچ کنم. یه ابزاری داریم، یه افکتی بهتره بگیم، به اسم اکسپوننشیال هیت فاگ که من اگه اینو درگ کنم بیارم توی صحنه یه همچین چیزی میده. حالا من از قبل توی این صحنه گذاشتم، میام اینجا سرچش میکنم، روش کلیک میکنم، افو میزنم که بریم سراغش. ببینید بچه‌ها یه همچین چیزی توی صحنه براتون میذاره که خب طبیعتا یه سری تنظیماتی داره. بریم ببینیم اون تنظیماتی که کمک میکنه به اون هدفمون برسیم چیه. خب بعد از این که فاگو اضافه کردیم انتخابش میکنم و توی تنظیماتش سرچ میکنم ول. خب یه قسمتی داره به اسم والیومتریک فاگ که بهتون کمک میکنه توی نوراتون ابزار مه رو فعال کنید. خب میام این گزینه رو فعالش میکنم و میرم جلوتر ببینم چه کاربردی برام داره. حالا میام یه لایتی این بیرون اضافه میکنم، از منوی کرییت لایت و اسپاتلایت اینجا اضافه میکنم، میارمش یه مقدار بالاتر، کامل دید داشته باشیم. نورم تو حالت انتخاب باشه. این تنظیمات رو کامل ریست میکنم که به تنظیمات نورم دسترسی داشته باشم و دیگه از اینجا میتونم تنظیماتش رو کنترل کنم. یکم شدت نور رو ببریم بالا، مثلا میذارم روی 2500، یکم بیشتر 5000 که هر تغییری اعمال میکنم بتونم توی ویوپورت به راحتی ببینم. خب حالا توی نوری که داریم من همون ولو سرچ میکنم. خب یه گزینه داریم به اسم کس والیومتریک شادو. اگه من فعالش کنم این مه از توی نور دیده میشه و یه حالت گرد و غبار یا همون مه رو بهمون میده. حالا چرا من چیزی نمیبینم؟ ممکنه شدت مه یا غلظتش پایین باشه. روش کلیک میکنم، اینو پاک میکنیم. بله همونطور که میبینید فاگ دنسیتی شدتش پایینه. میذارمش روی 1، فکر کنم زیاد باشه. آره کل صحنه رو مه گرفت. میذارم روی نیم، پایینتر 0.2، 0.1. حالا همون 0.2 خوبه. عدد استارت دیستنس هم میذارم بالاتر باشه و فکر میکنم این الان برام مناسب باشه. صفحه پرسپکتیو رو بزرگتر میکنم. بچه ها یکم میذارم این غلظت مه باقی بمونه که کامل توی نور متوجه داستان بشیم. خب کلیک میکنم روش.
و یک گزینه اینجا داریم به اسم والیومتریک اسکترینگ اینتنسیتی. اگه عدد اینو بالاتر ببرم، مثلا میذارمش روی 20 یهو 50، حالا بالاتر 300، ببینید از توی این نور داره یه مقداری این حاله مه دیده میشه. این کان انگل رو بالاتر میبرم، میذارمش روی 80، جی هم میزنم که بتونیم اینو ببینیم. ببینید چقدر جالب شد بچه ها. حالا ممکنه اینجا یه چراغی داشته باشیم، خب برای توی خیابونی، کوچه جایی یه چراغی داشته باشیم و نورش رو بیایم به این حالت در بیاریم، خیلی کارمون رو طبیعی میکنه. میتونم شدتش رو بالاتر ببرم، مثلا روی 8500. پس متوجه شدیم شدت نور اگه بالاتر بره تاثیر میذاره، اگه این گزینه والیومتریک اینتنسیتی هم بالاتر بره باز تاثیر خودش رو میذاره. میذارمش روی 500، ببینید غلظتش هی داره میره بالاتر. حالا میتونیم همین نور رو جابجا کنیم، بیارمش روی اون مجسمه، اون سوژه‌ای که داشتم، بیارمش اینجا داخل کار، بیام از این قسمت. خب طبیعتا برای فضای داخلی یه مقداری شدتش بالاست که کنترلش میکنیم. میارمش پایین‌تر، رو سر آبجکت هم میذارم، دوباره لیاوت 2 هم انتخاب میکنم که صفحه 2 تیکه بشه. از اینجا دوربینم رو انتخاب میکنم، این ویو پرسپکتیو هم که اوکیه، میارمش اینجا، یه با گزینه ایلیت انتخاب میکنم ببینیم به چه صورته. خب شدتش همونطور که گفتم زیاده، میام بالاتر. اول اینکه شدتش رو میارم پایین‌تر، مثلا 3500 فکر کنم اوکی باشه. ببینید داره شدت کمتر میشه. اینتنسیتی هم میارم روی 100، چک کنیم اوکیه. و میام نورم رو نقطه‌ای میکنم. به چه صورت؟ این کان انگل رو میذارمش روی 40، پایین‌تر 30، اوکی این بهتر شد. میارمش رو سر آبجکتم، یکم بیاد پایین‌تر، کم بره بالا، شدتش زیاده، میذارمش روی 2000. اینتنسیتی هم یکم میبرم بالاتر روی 150 که شدت این مه بیشتر بشه. زاویه‌اش هم یکم بسته تر میکنیم، 20، 15 یا 10 تستش کنیم ببینیم چه جوریه. خب این نورم الان روی سوژه نیست، یکم جابجاش میکنیم، میارمش روی سوژه. و حالا بچه ها میتونید حتی زاویه هم براش تعیین کنید، یعنی من یکم بچرخونمش، خب یک کمی هم میارمش پایین تر، جی رو بزنیم که چک کنم چه جوری داره به هم مه نشون میده. خب یه مقداری حس میکنم کون انگل زیادی اومده پایین، ولی اینجا ببینید بچه ها مثل کنسرت شده، یه مه خیلی ملایم و عالی داریم توی صحنه میبینیم. این کان انگل رو میتونم بذارم روی 15 تست کنیم، عالیه. الان این محدوده رو کامل در بر گرفته. و اینتنسیتی هم میذارم روی 200، 250. خب این دیگه به وضوح داره خودشو نشون میده. حتی الان توی ویوپورت هم همونطور که میبینید یه کیفیت خیلی خوبی داریم و کامل این مه رو میتونیم داشته باشیم. حتی میتونم یوز تمپریچر هم فعال کنم و نورش گرمتر کنم 4500 که رنگ خاصی بهم بده. ببینید بچه ها چقدر کارم جذاب شد. و شما دیگه میتونید به این سبک رندرهای کلوزآپی که دارین و فوق العاده با کیفیت کنید و یه افکت خیلی جذابی روش بندازید. امیدوارم این آموزش براتون مفید باشه و تا آموزش بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.